واقعا چند درصد ما پزشکانی که اقدامات زیبایی انجام میدیم، تزریق ژل و بوتاکس میکنیم و جراحی های زیبایی رو انجام میدیم، به فکر درمان دردهای مردم هم هستیم؟ انجام اقدامات زیبایی خوب هستند، اما به چه قیمتی؟ آیا فراموشی درد و رنج بیماران ارزش انجام این همه کارهای زیبایی رو داره؟ پزشکی که اورژانس رو رها کرده، پزشکی که ریزش مو و جوشهای صورت یک جوان رو فراموش کرده، پزشکی که تورم و درد لوزه یک کودک نیازمند درمان رو نادیده میگیره، پزشکی که دردهای شکمی کیسه صفرا و آپاندیس یک بیمار دیگه آزارش نمیدن. آیا ارزش فراموش کردن خود طبیب، رسالت طبابت و این همه بیماران رو داره؟ متاسفانه طی سالهای اخیر بسیاری از پزشکان رشته‌های مختلف، پزشکان عمومی، متخصصین طب اورژانس و زنان و بیهوشی و حتی مداخله‌گران غیر پزشک مانند ماماها به هر دلیل ممکن که جای بحث‌های کارشناسی زیاد دارد، رشته اصلی و تخصصی خود را رها کردند و مشغول اقدامات زیبایی شدند. برخی همکاران پزشک در کنار رشته اصلی خود اقدامات زیبایی را انجام می‌دهند، اما برخی به رشته پایه خود پشت کردند و جز اقدامات زیبایی کاری انجام نمی‌دهند. حتی عمده متخصصین پوست که زیبایی در زیر مجموعه دانشگاهی و آموزشی آنها می باشد، عمده کار آنها درمانی می باشد. ویزیت بیماران پوست، مو، ناخن و نواحی تناسلی و درمان صدها بیماری و جراحی تومورهای پوستی مشغولیت روزانه آنهاست. قبول دارم که باز متاسفانه عده قلیلی از متخصصین پوست درمان را رها کردند و عده اندکی، خیلی اندک از دستیاران تخصصی پوست که میخواهند یک شبه میلیاردر شوند، به جای تمرکز بر درمان شب و روزشان به تزریق ژل و بوتاکس و مزوتراپی و PRP میگذرد. اما واقعیت این است که بیشتر اساتید و دانش آموختگان رشته پوست هرگز با درمان درد بیماران این رشته قهر نکردند و در حد وسع و توان خود نمیگذارند چرخ وزین طبابت پوست و مو زیر سایه چرخک زیبایی کند بچرخد. با وجودی که انجام اقدامات زیبایی و زیباتر نمودن انسان را ستایش می کنم، چرا که زیبایی جزء لاینفک آفرینش است، اما معتقدم باید در این زمینه هوشیار و آگاه باشیم و از افراط و تفرید حذر کنیم. متاسفانه حتی برخی همکاران پیراپزشک هم رشته تخصصی خود را رها کردند و به شیوهی غیر اخلاقی و غیر قانونی و بدون دانش تخصصی کافی وارد حیطه اقدامات زیبایی شدند و متاسفانه سبب آسیب‌های جدی به مردم می‌شوند. درک این موضوع که وظیفه و رسالت هر کدام ما در نقطه وجود آفرینشمان چیست، هم سخت و هم آسان است. چرا یک ماما که میتواند بر تولد نوزادی عشق و محبت و گرمی روا دارد، دستش آلوده به سرنگ حاوی ژل و بوتاکس شده است؟ چرا متخصص طب اورژانسی که میتواند در هر شیفت کاری خود جان چند انسان را نجات دهد، خود را به دام درآمد رشته غیر تخصصی خود میاندازد؟ چرا همکاران پزشک عمومی که خط اول درمان بیماران هستند و از روز اول به طبابت نه به تزریق ژل و بوتاکس ورود کرده‌اند، این چنین بی‌محابا و حریصانه می‌خواهند با پول زیبایی پولدارتر شوند؟ چرا قرار نیست همه پزشک و مهندس شوند و همه پزشکان پزشک زیبایی شوند؟ هر کسی در کائنات شغل و رسالتی دارد که آن رسالت باید درک شود. و اما فاجعه انجام اقدامات زیبایی زمانی عمق بیشتری پیدا می کند که آرایشگران و حتی افراد غیر پزشک و پیراپزشک هم به این رشته ورود کردند و فکر می کنند با گذراندن چند ساعت و چند روز دوره‌های آموزشی زیبایی در مراکز متخلفی مانند جهاد دانشگاهی، سازمان فنی و حرفه‌ای و پشت درب‌های بسته دور از چشم‌های نظارت درمان از طریق پزشکان بی اخلاق پولپرست متخلف آموزش دهنده و افرادی غیر پزشک
که پای در کفش آموزش غیرقانونی کردند و با دریافت برگه‌های رنگارنگ سرتیفیکیت و گواهی‌های فاقد هر گونه ارزش علمی می‌توانند اقدام به تزریق ژل و بوتاکس و سایر تزریق‌ها و انجام لیزر موهای زائد بنمایند. و بدتر از همه این که بسیاری از گروه‌های گفته شده چون فاقد دانش کافی علمی هستند و جز کسب پول به چیزی نمی‌اندیشند، علاوه بر تشویق متقاضیان زیباجو و با اتصال به مافیاهای فاسد فروش ژل‌های غیر مجاز ارزان آسیب رسان و فروشندگان سودجوی تجهیزات پزشکی، علم و دانش رشته تخصصی پوست را لگدمال می‌کنند و وای بر اینها که امرار معاش و پولدار شدنشان نادرست و ناپاک است و جز مالی آلوده به مانند آلودگی فروش مواد مخدر به خانه و کاشانه خود نمیبرند و پس از مدتی چنان غرق در کثافت و آلودگی این اقدام سراسر اشتباهشان میشوند که فکر میکنند ایشان صاحب و محق رشته‌های پزشکی تخصصی هستند و برعکس پزشکان در جای اشتباهی ایستادند. سایت هایی مانند دیوار و شیپور هم متاسفانه در راستای سودجویی غیر اخلاقی خود دیوار درستی و پاکی را خراب و کثیف کردند و فریاد دلخراش مبلغان کجندیشی زیبایی را بدون دریافت هر گونه مدرک معتبر فرد متقاضی تبلیغ از شیپور خود می‌دمند. گردش مالی فروش مواد زیبایی و دستگاه‌های مربوط به آن چنان زیاد است که مانند یک سیل ویرانگر هر آنچه از اخلاق و انسانیت بر سر راه وجود دارد را با خود میبرد و شاید اندک انسان‌های درستکاری قادر به مقابله با این دشمنان سلامت مردم باشند که تعداد آنها در برابر این حملات مرگبار ضد ارزش‌های انسانی کم است. فروش کرم‌های دستساز بدون مجوز تحت عنوان کرم معجزه و ده‌ها کرم آسیب رسان دیگر بخش دیگری از این چرخه فساد میباشد که مغازه‌های عطاری را هم آلوده کرده است. و گلایه و گریه آخرم را بر که برم؟ برای آن دسته از همکاران و ناظران واحدهای نظارتی که در تمام سطوح وزارتخانه‌ای و دانشگاهی به جای اینکه خود مانعی سرسخت بر سودجویان زیبایی باشند، برعکس خود زینف و سودجوی تأسیس و سرمایه‌گذاری مراکز زیبایی و همکاری با این متخلفین و امور آموزشی شدند. متاسفانه جریمه‌های ناچیز و اندک قضایی که بسیاری از آنها نیز با 100 گونه رابطه و دخالت افراد ذی‌نفوذ یا اخذ نمی‌شوند و یا به حداقل می‌رسند، مزید بر علت گستاخ‌تر شدن مداخله‌گران مختلف هستند و در نهایت سبب می‌شوند که متخلفین تازه ترسشان از گرفتار شدن به حداقل برسد و با توان و قدرت بیشتری به کار اشتباه خود ادامه دهند. نجار با چوب هنرنمایی می‌کند و آهنگر با آهن، مکانیک با آچار سما می‌کند و هنرمند با هنرش. این چه آفتی است که همه می‌خواهند تکنسین و دکتر زیبایی شوند.